اینا بچه‌م اینا تو صنف پنج تو охира نخونده دیگه وضعیت هم نشید قین شد بکار موندیم با خیلی پریزدم شد اینم خیلی ای مکتب همون بچه‌م اینا دخترچم уже صنف سه هم باید بروه و вообще اولی مکتب هم رفتگی نیسته. خانه و درآمد نداشتن سمیر از سبب‌هایی می‌داند که مانع دور شدن فرزندانش از مکتب شدند. سمیر جابیرو 43 سال دارد و با همسر و 3 فرزندش چند سال باز در همین عمارت ناتمام واقع در خیابان سینای شهر دوشنبه موقتا زندگی می‌کنند. سمیر زاده شهر دوشنبه است. У меня просто мать живет в одной комнатной квартире в секции. مادرم در یک حجرگی خرد همراه 4 برادر و خواهرم زندگی میکنند. خواهرم 3 کودک دارد. در عموم آنها 7 نفر زندگی میکنند. ما باز 5 نفر دیگر چگونه در آنجا جای میگیریم؟ مجبوریم به کوچه برایم زندگی کنیم. Поэтому я вынужден здесь на улице находиться. دیگر در هر کارخانه‌ای که کار میکرد آنجا منزل زیستشان بود. زمانی که در این مکان صاحب کار به ساختمان آغاز کرد سمیر را به حیث پاسبان به کار گرفتند. با فرزندانش در یک گوشه این ساختمان زندگی میکرد ولی این ساختمان ادامه نیافت و مقامات این خانواده را گفتند این مکان را ترک کنند. این جای خانه‌چه کلان بود. وقتی ما کار میکردیم اینمو همینجا زندگی میکردیم همش محکم بود. پیش یک کس نمیرفتم سر خم نمیکردم با پول خودم اینا کودک‌ها صدیق میرفتن مکتب بعد صدیق اینا رفت بچم 6 ماه دیتا نبودیم این طرف ده اومدیم اینجا میبینم همش چپا همش خوبه موسر کتی همش. این خانواده چند مدت در اداره نگهداری راه‌های ناحیه‌ها کار کرده در حجره‌های علاهیده این اداره زندگی کردند ولی با بزرگ شدن فرزندان دیگر اجازت ندادند در آنجا با فرزندانشان ایستند. سمیر جابیرو میگوید یک مدت در ساختمان بیناهای بلند آشیانه کار کرده خواسته است با این وسیله در یک گوشه ساختمان فرزندانش را هم جای کند ولی هر بار صاحبان ساختمان با سبب خطرناک بودن زندگی کودکان در صحن ساختمان آنها را پیش میکردند. با این سبب سمیر هم از کار و هم از سرپناه محروم شده است. حالا این مکان یگانه سرپناه این خانواده است. زندگی این خانواده از جمع‌آوری و فروش هر گونه اشیا خصوصا کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی از پرتابگاه‌ها پیش می‌رود. سمیر هر صبح با عرابه پرتابگاه‌های اطراف محله معروف به پرافسیوز را گشته این محصولات را جمع می‌کند و به نقطه‌های قبول برده پول آن را برای احتیاج روزگار صرف می‌کند. همسر و کودکانش به او کمک می‌کنند. این اسبابی ما اینا میمارا نومیت کودک‌ها را سیر میکنن. ساکنان بیناهای بلند آشیانه اطراف این ساختمان و بعضی اشخاص سخاوتمند گاه به این خانواده کمک میکنند. روز قبل از عید رمضان یک نفر برای این خانواده سر و لباس و بعضی اشیای ضروری روزگار را خریده است. خیر کردن اینا سری فرما را ای کودک‌ها سر کرده تو مرا اینا سری فرمان کردن. Хоть что необходимо, хоть в таком условии, что необходимо. Вот газовую печку взяла, продукты взяла, дала нам. Худо нигак бонут к нам, а поймат люба. سفر فرزند کلانی سمیر است. برای آنکه حرفها را فراموش نکند، آنها را هر روز یادداشت میکند. سفر باید امسال صنف 6 خواند. خواهر کلانیش باید صنف 3. میخوام مکتب رفتن وضعیت نیست. برای مکتب روی نه دفتر دارم، روچکه دارم، نه کتاب دارم، لباسای مکتبی ندارم. سمیر میگوید به همه مقامات و نهادها رفته مراجعت کرده است تا به آنها اگر کمک کردن نمیتوانند لااقل کودکانشان را به مکتب اینترنت یا یتیمخانه ها قبول کنند تا از مکتب دور نباشند. Я трудоспособный человек, я работать могу, у меня من آدم قابل مهنتم. من از دست و پایم کار میکنم. من از کار نمیترسم. هر کاری باشد میکنم. اقلا کمترین شرایط باشد که کودکان را سرپناهی کنند تا از یک طرف آرام باشم.
агар чунин шароите нест, ақаллан кӯдаконро ба ягон макони муайяне бурда якҷо нигоҳ доранд, то ба ҳамсарам кор карда ҳам аз ҳоли кӯдакон хабар мегирем ва ҳам агар худо хоста бошад кор карда худро соҳиби манзил мекунем. Выстрою, заберу своих детей обратно, и они будут с нами жить. бо вуҷуди он ки муроҷиатҳои самир ба мақомот ҳанӯз натиҷаи дилхоҳ надодааст, ӯ дилшикаста нест. умед дорад роҳи ҳалли мушкилоти зиндагии худро пайдо мекунад ва фарзандонаш дубора ба мактаб мераванд. шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.